اگه دنبال یه شامپوی ضد شوره موثر میگردی و نمیدونی کدوم برند به دردت میخوره، این ویدیو رو از دست نده. میخوام چند تا شامپوی ضد شوره معرفی کنم که هم توی داروخونه پرفروشن، هم قیمتاشون منطقیه. بین بازه 170 تا 240 هزار تومان، البته در حال حاضر. اسکالپیا، این یکی قدرت پاک کنندگیش خیلی بالاست، خیلی خوب چربی اضافه و قارچ رو پاک میکنه. اگه پوست سرت خیلی چربه، اسکالپیا به کارت میاد. هرمودر، اینم ضد شوره قویه، مخصوص پوستای چرب که التهاب پوستت رو کم میکنه. یه گزینه خوب واسه شوره های چربه. کاندید، با توجه به کیفیتش قیمتش مناسبه، ولی ترکیباتش قوی و کاربردیه. برای شوره های خفیف تا متوسط عالیه. سینره، برند گیاهیه، شامپوشم ملایمه، برای پوستای حساس یا شوره های سبک خیلی خوبه، رایحه خیلی خوبی هم داره و اصلا پوست سرت رو اذیت نمیکنه. ایروکس، پایش گیاهیه و ترکیبات ضد التهابی داره، واسه شوره های خشک و پوستای حساس خیلی خوبه. موقع مصرف هم حس خنکی و نرمی به پوستت میده. شامپوهای اوره دار مثل برند پرایم یا برندهای دیگه، اوره باعث میشه که پوستت آبرسانی بشه و باعث میشه پوسته های خشک جدا بشن. این مدل شامپوها برای شوره های خشک و خارشدار فوق العاده‌ان. سریتا، فرمولش علمیه و قویه، هم مدل مخصوص شوره خشک داره، هم چرب، ضد خارش، ضد التهاب و از اون برنداست که نتیجه میده. استمسل رو خیلیا به خاطر اینکه سولفات نداره دوست دارن. پایش گیاهیه و پوست سرت رو اذیت نمیکنه. واسه پوستای حساس یا کسایی که شوره چرب دارن عالیه. درمالیفت، مخصوص شوره خشک، پوستت رو آبرسانی میکنه، یکم لایه بردارم هست، باعث میشه پوسته ها راحت تر جداشن. اگه پوسته سرت خشکه و پوسته میشه، درمالیفت خیلی گزینه خوبیه. اویدرم برای شوره های چرب خیلی معروفه، ترکیبات قوی ضد قارچ داره مثل زینک و پیروکتون اولامین. اگه پوست سر چرب، شورت زرده و چسبنده است، این میتونه کمکت کنه. فولیکا، برند قدیمیه که همه میشناسنش، مدل مخصوص شوره خشک داره که هم ضد خارش و هم مرطوب کننده است. برای پوستای خشک یا کسایی که شورهشون ریزه و سفیده.